چیدم بهر تو لحد چیدم لالای علی عزیز خوش سلامت اینجا را پاچین خوش جایست خوش سلامت بشین در جای جری سلامتی زندگی که کنار خانواده خواموی امروز انده خانه مادر امید در صدی دیگه گواره علی اصغر مادر امید دارن دیگه هم دیگه از گواره دیگه آجاد بگیری انشالله آجاد امر بده کنند آقای عزیز آجاد از نورم بده نرگس جان زیارت بچم نرگس مخصوص نرگس آورده در زیارتی گواره علی اصغر بیننده های عزیز بیننده باشیم که بچه هم از طرف نرگس جانه گواره گواره مندازیم ایشم نزد؟ آقا ایشم نزد مغانش نیت کنه دیگه سکیسته خدا قبول کنه انشالله حاجت امر بده شمارم بده هر کس حاجت داره امزیجی دعا کنه حاجت خورا بگیرم خیلی گواره مادر امید حاجت روایه هر کس که امداد امید نشده دیگه حاجت امر داره انشالله حاجت در شمارم بده یه از طرف یک عزیزی اسمو هستن انشالله حاجت چرا خدا بده گفت در سفارش کرده که در نیت از نام آورکین پارچه انشالله هر حاجتی که مخواه خدا بده درش در زیدترین وقت حاجت خدا بگیره اینیشم از طرف خود اگر سال ما در گواری علی اصغر یک متر میگرم انشالله پاکش مجد انشالله قبول بشه انشالله حاجت عمر بده انشالله قبول کنه اینیش ما دارم جمعه این از پارسال مده خیلی بین بزرگم اره پارسال هرچی که گفتم دیم نشده خیلی ایش یک متر از پارسال مده خدا قبول کنه خدا نظر شما قبول کنه انشالله امسال آوردم آتیش لالای علی اصغر لالای علی اصغر ایام بیارم شش ماه طرفدارم شش ماه طرفدارم لب تشنه تو را بردم در محفل دادارم در محفل دادارم لالای علی اصغر لالای علی اصغر تنها نبراهی شش ماه فدا کردم شش ماه فدا کردم من خون گلویت را تقدیم خدا کردم تقدیم خدا کردم لالای علی اصغر لالای علی اصغر تو غربت من دیدی من داغ تو را دیدم من داغ تو را دیدم اینجا منم از
خرید گفتم تو جور کو بخیر تا سال دیگر مادر بخیر الیاس جان دیروز گفت ما نظر میدیم بندش ببر از یا چی رفتم ما از طرف مادر الیاس نظرش میندازم بزن یعنی بندشی گرفتم بیننده های عزیز هر کس حاجت داره دیگه انشالله حاجت خیلی بگیره یا حاجت روایه اگر واری مادر امید خیلی حاجت روایه حاجت عمل داده از مورم میده تو غربت من دیدی